دوستان من سلام، حالتون چطوره؟ این گردگیر پولوس ماشینه که هر از چنگایی کار کنه اینا ترک میخوره بر اثر آفتاب سوختگی، نمیدونه یا موادشون بده به هر دلیلی. ما اومدیم چیکار کنیم؟ اینو خدمت درس کنم ضد آفتاب و ضد پاره شدن درست کنیم. این چسبی آن به این نمیچسبید. خب ما این اول با نوار چسب دور این کامل بپیچید به طوری که حالت رای بازیشو ازش نگیرید، قشنگ انعطاف پذیر باشه. بعد از اینی که اینو قشنگ نوار چسب پیچیدید، یه پارچه پیدا کنید، پارچه نازک انعطاف پذیر، اینو که حالت کشتانی داشته باشه، حالت کشتانی داشته باشه. خدمت درس کنم که بعد دورش باید بپیچیم اینو. بله خب اینو اول میای چیکار میکنیم؟ با این چسب قشنگ اینجا رو مخلوط میکنیم به این حالت. وقتی این کارو کردید شما دیگه خیالتون راحته که گردگیر ماشینتون دیگه عمری میشه. یعنی ممکنه ماشینتون خدای نکرده خراب بشه ولی گردگیرش دیگه اب نمیکنه دیگه، چون یک لایه چسب و یک لایه پارچه اومده روش. اینو قشنگ آغشته به چسبش میکنید دور تا دور. اینو میچسبونید قشنگ به این حالت. چسبی زدید از یه طرفش شروع میکنید به این حالت روش میذارید، بعد همینو دور تا دور میچرخونید، فشار میدید. این گودیاشو فشار میدید که قشنگ حالت بازیش از بین نره. بعد میایید این پارچه‌تون اینور، بعد سر این گوشهاشو یه ذره چسب میزنید، آغشته میکنید که این پارچه که روش میارید به اون بچسبه. دوباره میایید لایه بعدی، این خونه بعدیشو این کار انجام میدید. روشو چسب نزنید، ممکنه به مرور زمان کنده بشه. ما اینجا رو چیکار میکنیم؟ دوباره یه لایه چسبیش میکنیم، چسبی میکنیم و چسبی و چسبی و مثلا زیر اینو همه جا اینو چسبی کردیم. دوباره چیکار میکنیم؟ یه لایه روش میمالیم که از زیر و رو قشنگ چسبی بشه. این پارچه باید نازک باشه که یه چسب به خوردش بره، حالت توری مانند باشه، یه چیزی توی مایه ها. ببین قشنگ اینو چسبش میزنیم دوباره به همین حالت. نقطه اتصالشو چسب میزنیم، نقطه اتصالش زیر بست باشه که بهتره زیر بست بره. به همین حالت ببین هم انعطاف پذیری داره، همین که دیگه خراب نمیشه، دیگه ترک نمیخوره، نمیپوسه دیگه. خیالتون راحت باشه که برید با آسوده رانندگی کنید و سر پولوساتون هم خراب نمیشه. اگه دوست داشتید ما رو لایک کنید و سابسکرایب کنید، اگه دوست نداشتید فدای سرتون، مهم نیست. مهم اینه که یک چیز شما از ما یاد گرفته باشید.